بالاخره بعد از یه هفته کلنجار رفتم با گوگل تونستم کشور حسابم رو از ایران به آلمان تغییر بدم. در نتیجه الان میتونم از سرویس‌های هوش مصنوعی گوگل مثل آنتی گراویتی بدون هیچ خطایی استفاده کنم. چطوری میتونیم لوکیشن حساب گوگلمون رو عوض کنیم که بتونیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم؟ خیلی راحته. قبل از هر چیزی اول وی پی ان تو روشن کن. مهمه که لوکیشنش رو بدونی مال کجاست. من از ویندسکرایب دارم استفاده میکنم. بعدش باید این آدرس رو توی مرورگرت باز کنی. آدرس رو توی کپشن هم برات نوشتم. داخل این قسمت لوکیشنتون باید ایران خورده باشه. واسه من جرمنی نوشته به این خاطره که قبلا با همین روش تغییرش دادم. برسیم به قسمت مهمش. این فیلد انتخابی که اینجا هست رو میبینید. این رو باید دقیقاً مطابق با لوکیشن وی پی ان تون انتخاب بکنید. واسه من جرمنی بود، اینجام جرمنی انتخاب کردم. حالا پایینترش پرسیده که چرا باید این لوکیشن رو به حساب شما متصل بکنه. شما آی تراول آفن اغلب مسافرت میرم و تیک میزنی به اضافه آدر ریزن. حالا آی تراول آفن رو باید کپی کنی و بیای تو قسمت آدر ریزن وارد کنی. حالا کافیه در ادامهش تایپ کنی که I'm now in Germany and you can check my current IP address. در واقع دارید بهش میفهمونید که میتونه از آی پی آدرس شما برای احراز استفاده کنه. در آخرم حواستون باشه که روی چک باکس و دکمه سابمیت کلیک کنید. این پست رو سیو کن، کپشن رو حتما مطالعه کن و برای آموزش‌های بیشتر پیج رو فالو کن.